بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه اشت کارهای آبادانی سازندگی با مرام جریان دارند. در ناحیه منفرش کنی راههای بین محله ها از جانب سخاوتمندان به حکم عنعنه در آمده است. ساکنان سخاوتمند محله بیزنکشتی دهه بابادرخان ناحیه اشت فیروز عبدالله فخرالدین و نورالدین ایسوف ها بختاور تاشپولادوف و قابلجان مدخلیلوف تصمیم گرفتند کوچه های محله مذکور را به مسافه 3 کیلومتر منفرش نمایند. اقدام این ساکنان دلسوز دیار را مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اشت و ساکنان محله دستگیری نموده کوچه های محله را با طریق حشری دست جمعانه منفرش کرده ایستادند. ما دیدی ایستادیم که در تمام گوشه کنار تاجیکستان صاحب استقلالمان امروزها آبادکاری های سازندگی ها در اوج اعلی ادامه دارد. با دستگیری از تشبس های وطن دوستانه، بشردوستانه و خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ساکنان دهی بابادرخان جماعت دهات پانغاز نیز در کنار نایستاده برابر راههای اساسی را منفرش نمودند. به طرز حشر باز تنگکوچه پیراهای آدمگذر را نیز منفرش نموده ایستادند. مخصوصاً حسی جوانان دهی بابادرخان در پیشروی و آبادکاری ها شایان تحسین است. ما فخر میکنیم که امروز جوانان از روی نشانداد و طبق دستورهای اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان عمل نموده دیار خود سرزمین اجدادی خود را باز هم آبادتر و زیباتر گردانده ایستادند. این زمان قسم زیادی کوچه های محله با صفت بلند منفرش گردیده روزهای نزدیک منفرش کنی منطقه مذکور پورا به انجام می رسد. بعد منفرش شدن کوچه ها رفته های ساکنان آسان گردیده معمای مشکلات روابط در روزهای برف و باران از بین می رود و کوچه های منفرش شده به محله حسن تازه زن می نمایند. ما مردم ناحیه اشت جماعت پانغاز دهه بابادرخان اقدام گرفتیم که هر یک تنگکوچه هر یک کوچه دهه خود را و مناسبت استقلالیت جمهوری تاجیکستان منفرش کنیم. از همین سبب خرد و کلان مردم ما از در وطن بوده هم و در مهاجرت بوده سهم گذاشتند که برای همین آبادکاری دیار خود وطن خود ما تاجیکستان یعنی حصه‌گذاری میکنند. البته این با تشبس هر یک نفری که در ولایت ما زندگی میکنند ناحیه ما زندگی میکنند این کار به ثمر رسیده ایستاده است. ساکنان دهه عزم دارند همچنین راههای محله های بغل گرمه و افریکان را نیز منفرش نموده در آبادی دیار سهم ارزنده گذارند. چند پیش با اقدام ساکنان وطن دوست در محله افریکان خط آب نوشاکی گذرانیده شده ساکنان با آب تازه آشامیدنی تامین کرده شدند. بعد گذرانیدن خط آب نوشاکی این محله نیز پورا منفرش کرده می شود. مورد به ذکر است که ساکنان ناحیه اشت مخصوصا ساکنان مهنت دوست جماعت دهات پانغاز دستور و سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده برای آبادانی دیار سهم ارزنده میگذارند. این منطقه دلربای کشور با اقدام ساکنان مهنت دوستش به شهرک حقیقی مبدل گردیده برای ساکنان شرایط‌های مساعد زندگی فراهم آمده است که این نتیجه صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز می باشد.